سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. من علی امیری هستم و با جلسه 18 آموزش جمله سازی انگلیسی در خدمتتونم امروز. ما امروز میخوایم دو تا چیز رو با همدیگه مقایسه کنیم. میخوایم مقایسه ها یا comparatives رو به صورت کامل با هم تمرین کنیم و یاد بگیریم. ما زمانی که میخوایم بگیم من از تو بزرگترم، لیوان من از لیوان تو قشنگتره، خونه من از خونه تو بهتره، این از یا مقایسه کردن دو تا چیز به زبان انگلیسی رو کاملا امروز می‌خوایم با هم دیگه تمرین کنیم و یاد بگیریم. بریم سراغ جلسه امروزمون. قبل از اینکه جلسه امروزمون شروع کنیم یه سری می‌زنیم با آخر جلسه قبل، جایی که چند تا جمله فارسی داشتیم که باید با هم دیگه تبدیل می‌کردیم به انگلیسی. حالا اون جملات رو اگه شما تمرین کردید با هم دیگه الان مرور می‌کنیم. جمله اول ما چی بود؟ فرش خانه برادرم ابریشمی است. فرش the carpet. فرش خانه برادرم. اینجا دیدید که خانه رسید به برادرم، پس میشه my brother's house. پس میشه the carpet of my brother's house. اینجا شد the carpet of my brother's house، یعنی فرش خانه برادرم. پس قسمت بزرگ جمله رو با هم دیگه ساختیم. این ابریشمیه. اینو به دو حالت میتونید بگید. میتونید بگید is made of silk، is made of silk. میتونید هم بگید که is silky. silky یا made of silk میشه ابریشمی، فرقی با هم دیگه ندارن. جمله دوم، رنگ در ورودی فرودگاه روشنه. The color، رنگ of، رنگ در ورودی. The entrance of the airport. اینجا دیدید که the color of رنگ، the entrance of ورودی the airport is bright. دیدید که اینجا ما یه color داشتیم، یه entrance داشتیم، یه airport داشتیم که اینا چون اشیا بودن با هم دیگه میتونستن با of وصل بشن و آخرش هم is bright، رنگش روشنه، is dark، رنگش تیره است. اینطوری میتونید بگید. اگه بخواید این of دوم رو حذف کنید، در فرودگاه رو میتونید بگید airport entrance. airport entrance میشه در ورودی فرودگاه. اگه بخواید این of دوم رو حذف کنید و نگید، این رو هم به این صورت میتونید بگید که the color of the airport entrance is bright. جفتش درسته و این جمله دومی یه مقدار کوتاه‌تره، یه آو هم کمتر داره. جمله سوم ما، پایه میز کلاس ما چوبیه. پایه، ما اینجا یک پایه گفتیم. اگه بخواید بگید که پایه ها یعنی همه پایه ها منظورتون باشه، از جمع استفاده میشه، ولی زمانی که میخواید بگید مثلا پایه میز کلاس ما شکسته، پایه یه دونه پایهش میشکنه، معمولا از یک پایه استفاده میکنیم، میشه the leg. زمانی که بخواید بگید پایهش چوبیه، یه دونه پایهش چوبی نیست، بقیهش آهنی، منظورتون اینه که همه پایه هاش چوبیه. پس اینجا ما میگیم که همه پایه هاش چوبی هست. پس the legs of the desk میشه میز کلاس. The legs of the desk of، چرا؟ چون کلاس ما هست. اینجا میتونیم بگیم کلاس ما our classroom are چوبیه. میتونید بگید made of wood. میتونید هم بگید are wooden. پس the legs of the desk of our classroom are made of wood یا are wooden. به این صورت ما of توسط of
لغت ها رو به هم دیگه وصل کردیم. جمله چهارم یا آخری ما، کلید قفل خانه دوستم. کلید the key قفل of the lock از خانه دوستم. پس of my friend's house شکسته است. is broken. پس is broken یعنی شکسته است. The key of the lock of my friend's house is broken. این جمله رو با هم دیگه تمرین کردیم. حالا میریم سراغ جلسه امروزمون که مقایسه ها هست با هم دیگه. حالا بحث امروزمون comparative sentences. این comparative sentences یعنی چی؟ یعنی که ما میخوایم دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه کنیم. اینا لغت‌های مقایسه‌ای ما هستن. مثلا میخوایم بگیم که من قدم از تو بلندتره. میگیم توی انگلیسی میگیم من بلندتر از تو هم. این به انگلیسی چی میشه؟ میشه I'm taller than you. پس این taller than یعنی بلندتر از. من هستم I am، اینجا you. پس دوتا چیز رو ما با هم دیگه مقایسه کردیم. دوتا قد رو با هم دیگه، قد دوتا آدم رو با هم دیگه مقایسه کردیم. میگیم I'm taller than you. یا میتونیم بگیم که I'm smaller than you. من از تو کوچیکترم. میتونید بگید که I'm older than you. من از تو سنم بیشتره. میتونید بگید که I'm younger than you یا هر چیز دیگه که حالا این دوتا رو ما با هم مقایسه کردیم. میتونید دوتا چیز دیگه با هم دیگه مقایسه کنین توی یه جمله. بگیم که this car is faster than that car. میبینید که this car این ماشین، that car اون ماشین. حالا این ماشین و اون ماشین رو ما میخوایم با هم دیگه حالت مقایسه‌ای بگیم که این تندتر از اون میره. اون ازی که ما استفاده میکنیم تندتر از میشه faster than. پس this car is همون فعلو که باید به هر حال توی جمله همون استفاده کنیم. faster than that car. حالا این this car میتونه ماشین شد بگید که تویوتا، ماشین تویوتا is faster than Porsche. مسخره کنیم بخوایم بگیم تویوتا از پورش تندتر. حالا به هر حال دو تا چیزی رو که ما با هم مقایسه میکنیم به این صورت هست و این یک قانونی داره. زمانی که ما لغتی که داریم یا اون صفتی که میخوایم تبدیل کنیم به این حالت مقایسه ای، اینجا چی بود؟ این I am taller، I am tall حالت صفته. smaller صفتش small بود. older صفتش old بود. میتونستی بگی this is a small این کوچیکه. this is old این قدیمیه، کهنه است. I'm old من سنم زیاده. I'm tall من قدم بلنده. همه اینها لغت‌های کوچیکی هستن، صفت‌ها یا adjective‌های کوچیکی هستن که با er حالت مقایسه‌ای به خودشون میگیرن. tall یه er بهش اضافه میکنیم میشه taller. small یه er بهش اضافه میکنیم میشه smaller. old یه er اضافه میکنیم میشه older. اون than که بعدش میاد یعنی از، که حالا توی بخش از توی بحث که میخوایم در رابطه با لغتایی که مربوط به از میشه بکنیم بعدن اونجا اینا کاملا باز در رابطه باش صحبت میکنیم. ولی الان چون که این قسمت مقایسه‌ای یا که دو تا چیز رو با هم دیگه مقایسه کنیم خیلی مهم هست، اینو الان بیان میکنیم با هم دیگه. I'm taller than you. پس این taller، smaller، older این لغت هایی هستن، adjective هایی هستن که یک syllable دارن یعنی یک بخش دارن و چون کوچیک هستن از er براشون استفاده میکنیم.
حالا اینو با چند تا مثال دیگه هم باز میخوایم بگیم. میخوایم بگیم که English is easier than math. انگلیسی از ریاضی آسون تره. دیدید که اینجا ما easier داشتیم. easier از چه صفتی درست شده؟ آسون تر از صفت آسون درست شده. پس easy چطور نوشته میشد؟ به این صورت easy. یک syllable داشت. easy زمانی که این لغات به y ختم میشه، این y رو ختم میزنیم، به جاش IER استفاده میکنیم. یعنی این y تبدیل میشه به I، اون ER هم باز آخرش اضافه میشه. پس این easy تبدیل میشه به easier. به این صورت مثلا happy میخواید بگید که اون خوشحاله، میگید he is happy. درسته؟ این happy صفته که یعنی خوشحال، adjective هست. باز به خاطر اینکه کوچیک هست، کوتاه هست، این y خط میخوره به جاش IER میاد، میشه happier. قانون اسپلینگش هست، نوشتاریش هست. میخواید بگید که من از تو خوشحال ترم، I'm happier than you. من از تو خوشحال ترم. با یه لغت دیگه easy رو بالا گفتیم، happy رو هم گفتیم. busy معنای زیادی داره، معنای شلوغ هم هست. من شلوغم یا این شهر شلوغه. به این صورت هم میتونید بگید. میتونید بگید که امروز، ببینید باز حالت وای که اینجا داشت IER میگیره دیگه، میشه busier. به این صورت می‌نویسیم. میگیم که امروز از دیروز شلوغ‌تره. رفتیم توی بازار، میگید که امروز شلوغ‌تر از دیروزه. Today is busier than yesterday. اینجا حواستون باشه که زمانی که ما این busier than رو استفاده میکنیم، این واقعا than هست. به حالت اشتباه هم دیدم کسایی که به جای then می نویسن. این then یعنی بعد. به این حالت then یا از نمیگن بهش، اونجوری استفاده نمیشه. پس today is busier than yesterday. اینا چیزایی بودن که کوچیکن و ما اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم. ما تا حالا چند تا نکته مهم رو اینجا با هم دیگه گفتیم که زمانی که یک سیلبل باشه، یک بخش باشه، اون ادجکتیو ما که تبدیل میشد به حالت مقایسه‌ای یا comparative، مثل easy بشه easier، small میشد smaller، به این حالت میشد happier. اینا چیزایی بودن که یک سیلبل داشتن ادجکتیو هاشون. زمانی که این رو ما توی حالت مقایسه‌ای میخواستیم استفاده کنیم، یک ER بهش اضافه میکردیم چون یک سیلبل و کوتاه بود. و زمانی هم که این یک سیلبل کلمه یا ورد با وای ختم میشد، IER آخرش اضافه میکردیم و اون وای رو در آخری کلمه ختم میزدیم که اینجا ایزی ما به این صورت میشد easier یا happy ما میشد happier. به همین صورت لغت‌های کوچیک اینطوری استفاده میشن. ولی حالا یه چیز دیگه داریم. یه سری کلماتی داریم، یه سری ادجکتیو هایی داریم که یک سیلبل نیستن، مثل easy، مثل happy، مثل busy، مثل tall که بشه taller، small، smaller. به این حالت بتونید با یک کلمه استفاده کنید. بعضی وقتا ما ادجکتیو هامون دو تا سیلبل یا بیشتر دارن، یعنی از دو بخش و حالت بیشتری توی کلمه ازشون استفاده شده. اونا رو چیکار میکنیم؟ اونا قانونشون یه کمی متفاوت هست با این اگه بخوام واضح تر بگیم، مثلا tall میشد taller یا busy میشد busier. چرا؟ چون این tall یک بخش بود کلمش، یعنی یک سیلبل داشت. busy همینطور. ولی حالا کلمات دیگه ای داریم مثل
friendly. این friendly دیگه مثل اون حالت قبل نیست که یک سیلبل داشته باشه. friendly دوتا بخش داره، مثل noisy دوتاست. healthy مثل healthy که دوتا بخش دارن. اینا چیکار میکنیم؟ برای اینها قانونی که ما داریم از more استفاده میکنیم قبل از این adjective و این حالت comparative ما میشه، یعنی مقایسه‌ای ما. میگیم که he is more friendly than his boss. اون خوش اخلاق تره از رئیسش. پس اینجا نگفتیم friendlier than، گفتیم more friendly than. مثلا میخوایم بگیم که گوشت گرونتر از تخم مرغه، میگیم که meat is more expensive than eggs. پس meat is more expensive than. چرا؟ چون expensive یعنی اون صفتی که ما داشتیم و اینجا میخواستیم استفاده کنیم برای مقایسه این دوتا. expensive 3 تا سیلبل داره. لغت دیگه noisy مثلا میتونید بگید the street is more noisy at night. شبها سر صدا بیشتره. the street is more noisy at night. پس دیدید که noisy با اینکه کلمش کوچیکه ولی 2 تا سیلبل هست. noisy. پس زمانی که 2 تا سیلبل هست از more برش استفاده میکنیم. پس 2 و بیشتر از more استفاده میشه. اگه 1 سیلبل باشه از er آخرش استفاده میکنیم برای مقایسه کردن ها. حالا یه سری کلمات دیگه ای داریم که نه از more برش استفاده میشه نه از er برش استفاده میشه. اصلا خودشون کلن کلمهشون عوض میشه. مثل چه چیزایی؟ مثل good تبدیل میشه به better بهتر. bad تبدیل میشه به worse. مثل far یعنی دور تبدیل میشه به further یا به این صورت هم می‌نویسن farther یا further. به این حالت هم می‌نویسید، دو تا حالت. حالا اگه بخواید مثلا با اینها جمله بسازید چطور می‌سازید؟ میگیم که کشور من از کشور تو بهتره. نمیگیم my country کشور من is، نمیگیم more good، نمیگیم gooder than your country. میگیم better 2 تا تی. پس good زمانی که بخوایم مقایسه کنیم میشه better. My country is better than your country. پس دیدید که اینجا 2 تا country رو با هم مقایسه کردیم. پس زمانی که مقایسه میکنیم این فقط برای 2 تا چیز هست. ما نمیایم 3 تا چیز رو با هم مقایسه کنیم یا بیشتر. فقط 2 تا چیز و اون 2 تا هم باید با هم دیگه برابر باشن تا بتونیم مقایسه کنیم. نمیتونیم بگیم کشور من از گوشت گرونتره مثلا. ربطی ندارن به هم دیگه. باید 2 تا چیزی که مثل هم هست رو با هم مقایسه کنید و این حالت مقایسه‌ای میایید از این لغات براش استفاده میکنیم. میگیم که مثلا your voice صدای تو بدتر از صدای اونه. میگید که your voice is worse than his voice.
ببینید این مهمه که بگید your voice is بدتر is worse than his voice. نمیتونید بگید که your voice is worse than him. این غلطه. چرا؟ چون این صدا رو تو با یک شخص اومدی اینجا مقایسه کردید. پس your voice is worse than his voice. به این صورت باید بگید که این دوتا رو با هم مقایسه کردین. پس این worse میشه بدتر. خونه ما دورتر از خونه شماست. ما house is further than your house. برای این آخری میتونید استفاده کنید. نمیگید more far یا farther. میخواید بگید شهر من از شهر تو شلوغ‌تره، میگی که my city is busier than your city. دیدی که your city my city دو تا شهر رو گفتیم که is better than بهتر از اونه. میگی که بدتره، شهر من بدتر از شهر تو، یعنی شهر تو هم بد هست ولی شهر من بدتره. پس میگی که is worse than your city. میخواید بگید که شهر من زیباتره، اون موقع میگی که is more beautiful than your city. همین قانونش رو اگه حفظ کنید میبینید که این چیزهایی هستند که ما قبلا با هم صحبت کردیم توی این جلسه و گفتیم که بقیه مثل هم میمونه، فقط این لغتهایی رو که ما اینجا استفاده میکنیم قبل از دن یا اون از که توی این جمله های مقایسی با هم دیگه استفاده میشه قانوناشون چی بودن. پس این قانون رو با هم دیگه یاد گرفتیم و امروز شما بهتر از روز قبل شدید. با این اطلاعات شما بیشتر از قبل یاد گرفتید و جلو افتادید. در آخر جلسه امروزمون چند تا جمله فارسی داریم که باید تبدیل بشن به انگلیسی و اینا تمرینای درسای امروزمون هستن و نشون میده که شما کاملا درسای امروز رو یاد گرفتین. جمله 1: تلویزیون ما از تلویزیون شما بزرگتره. جمله 2: خونه شما از خونه ما گرونتره. 3: اقتصاد اروپا از اقتصاد آفریقا بهتره. 4: انگلیسی از فارسی آسونتره. و این یک واقعیته که انگلیسی تقریبا از همه زبان‌ها آسونتره. سوالاتون رو توی کامنت ها برام بنویسید، حتما جواب میدم. اگه این جلسه هم براتون مفید بود مثل جلسات قبل لطفاً لایک و سابسکرایب و شیر کردن با دوستاتون یادتون نره. موفق باشید تا درس بعد مواظب خودتون باشید. Good luck.